اخبار کوتاه، دقیق و مهم روز شنبه. وزارت امور خارجه امارت اسلامی افغانستان میگوید آغاز مجدد روابط دیپلماتیک عربستان سعودی و ایران را اقدام نیک برای تحکیم صلح و ثبات منطقه میداند. سرپرست وزارت معادن و پترولیم میگوید روند سروی و انسداد معادن کوچک و بزرگ در تمام ولایات کشور آغاز شده است. از سوی مولوی محمد اسحاق صاحبزاده معین مالی و اداری وزارت صحت عامه تعمیر 50 بستر شفاخانه نسایی و ولادی و معافیت کتلوی در ولایت فاریاب افتتاح گردید. سخنگوی والی قندهار به رسانه‌ها بیان نمود. به اساس حکم عالی قدر امیرالمومنین حفظه الله والی قندهار حاجی محمد یوسف وفا به گونه موقت سرپرست ولایت بلخ تعیین گردید. اتاق تولیدات زراعت و مالداری افغانستان پس از 3 سال به فعالیت آغاز نمود. ریاست عمومی ترافیک میگوید سر از امروز تا 3 ماه آینده به موترهای 1 کیلو اسناد و پلید توزیع میگردد. کار 6 پروژه آبیاری ترمیم سرک‌ها و دیوارهای استنادی در مرکز ولایت میدان وردک آغاز شده است. وزارت امور مهاجرین و عودت کنندگان میگوید 2287 تن مهاجر افغان در 18 ماه هود از طریق بندر اسلام قلعه ولایت هرات از ایران به کشور بازگشتند. عقد قرارداد پروژه سمنت شوراندام ولایت قندهار امروز میان شیخ الحدیث شهاب الدین دلاور سرپرست وزارت معادن و پترولیم و رئیس شرکت احمد نبیزاده به امضا رسید. شاروالی کابل میگوید از سوی ریاست فرهنگی 100 درخت مثمر به منظور سرسبزی بیشتر باغ بابر غرس گردید.